1338 وقتی که تمام دنیا چشمشون به دربار ایران بود، ایو سن لوران طراح جوان خانه مد دیور یه شاهکار خلق کرد. ما برند ایو سن لوران رو با این لوگو میشناسیم، ولی خب زمان این ازدواج هنوز ایو سن لوران برند شخصی خودش رو نداشت و خودش یکی از طراحای دیور بود. لباس عروسی از جنس ابریشم خالص که روی این لباس هنر و ظرافت ایرانی در کنار کوتور پاریس ترکیب شده بود. این لباس شامل یک پیراهن آستین حلقه‌ای با دنباله نسبتاً بلند و یک کت آستین سرب بود که اثر هنری بود که سنت‌ها رو در دل مدرنیته پنهان کرده بود. روی لباس عروس فرح دیبا پر از نقوش ایرانی مثل بت‌جقه و نقره دوزی بود. لباسی که توی اون مراسم عروسی مثل الماس می‌درخشید، اما الماس واقعی روی سر ملکه بود. نیمتاج نورالعین، الماس 60 قیراطی که یکی از غنایم نادرشاه از هند بود. این نیمتاج که به سفارش محمد رضا شاه توسط هری وینستون جواهرساز مطرح اون موقع ساخته شده، منحصراً برای فرح و تکه‌ای از الماس صورتی دریای نوره. طراحی کفش فرح دیبا هم به عهده ایو سن لوران و مزون دیور بود. کار میکاپ و استایل موی ملکه هم با الکساندر دوپاری که یکی از معروف‌ترین آرایشگران اون زمان بوده انجام شده. هزینه دوخت این لباس عروس مبلغ 1,000,000 فرانک فرانسه شده بود. راجع به جواهرات سلطنتی هم قیمت‌هاش هیچ وقت اعلام عمومی نشده به خاطر وجود اون الماس 60 قیراطی روش. یه چیزی حدود 10 میلیون دلار تخمین زده شده. لباس عروس که در موزه پوشاک سلطنتی کاخ سعدآباد نگهداری میشه، جواهرات هم در موزه جواهرات ملی در زیرزمین بانک مرکزی نگهداری میشه. کفش عروسی هم در نمایشگاه کاخ سعدآباد هست، ولی به خاطر حساسیت و خدمتش در آرشیو نگهداری میشه و به نمایش عمومی گذاشته نمیشه. ممنونم که گوش دادین.